لایحه قانونی که سفر و مهاجرت را سخت‌تر می‌کند می‌تواند به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی ضربه شدید زند. به ادعای مؤلفان این طرح به هر کسی که داغ سودی دارد شهروندی و حتی اجازه اقامت نخواهند داد. فرق ندارد این داغ برای جرم‌های سبک است یا وزنین. اما میخائیل ماتویف اظهار داشت روسیه باید بعضی جنایتکاران را که علیکی در زندانان یا در کرسی عیبداری نشستند قبول کند. ما افراد زیادی را داریم که برای جانبداریشان از روسیه در خارج زندانی شدند. همچنین افراد زیادی دیگری ما که به ضد اوکراین جنگیدند در کشورهای آسیای مرکزی با اتهام زرخریدی در زندانند. یعنی طبق لایحه قانون شما آنها هیچگاه شهروندی روسیه را نمیگیرند. حتی اگر جنگ کرده برای روسیه خون ریختند و بعدا برای شرکت در این عملیات در قرقیزستان یا قزاقستان زندانی شدند. این در حالی است که در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان زرخریدی یعنی شرکت در درگیری‌های مسلحانه در قلمرو کشورهای دیگر جنایت سنگین ارزیابی می‌شود. موردهای زندانی شدن شرکت‌داران عملیات جنگی در اوکراین کم نیست. امتیازهای پیش بینی شده در لایحه قانونی نو می‌تواند نه تنها زرخریدان بلکه افراد دارای عقیده‌های روسگرایانه را که با اتهام جدی جدایی‌خواهی محکوم شدند فرا بگیرد. حامیان حقوق انسان حلیم اگلئوف میگوید طرح قانون برای آنهایی که در قزاقستان زیستن نمیخواهند برای ترک این کشور هوسمندی بیشتر میدهد. درست است که قزاقستان چنین آدمان را جزا میدهد. مسئله دیگر این است که اگر آنها بر روسیه استرداد شوند و این کشور با آنها اجازه اقامت بدهد برای قزاقستان قابل قبول است، اما با شرطی که آنها به دولت ما برنگردند. دومه دولتی لایحه قانون را در خوانش اول قبول کرد. مؤلفان آن وعده دادند که پیشنهادهای وکیل ماتویف را به نظر گرفته در اساس ایرادهای رسیده طرح قانون را بازبینی می‌کنند، اما این اظهارات باعث ناراضگی در کشورهای آسیای مرکزی شد. زیر این نواری که در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی تلویزیونی نسل شیوریم نشر شد، کاربران در شهرها احساسات خود را درباره اقدام وکیلان پارلمان روسیه چنین بیان کردند: وقتی جاری کردن نظام روادید برای روسیه رسیده است، باید از سپد، اتحاد اقتصادی اوراسیا و اتحاد دولت‌های مستقل بیرون شد. کشورها و مهاجران ما را به حال خود گذارید. تا کی مسخره کرده به جنگ می‌فرستید؟ این جنگ ما نیست. فقط روس‌ها در زمان آسایشته طرفدار جنگ هستند. ما مقابل همه گونه جنگ هستیم. این است ماهیت صاحب اختیاری و آزادی کشورهای ما. به ما شهروندی شما هیچ لازم نیست. اگر روس‌ها به طرفداری روسیه جنگیدن می‌خواهند، بگذار به وطن تاریخی خود بروند. ما از این خرسند می‌شویم، اما به نزد ما برنگردید. به گفته حلیم اگلئوف، سالهای طولانی کشورهای آسیای مرکزی سیاست ایدئولوژی و اطلاعاتی خود را به منفعت روسیه پیش می بردند، زیرا از خفه کردن مسکو و زیر شبهه گذاشتن دیدگاهشان درباره تاریخ مشترک می ترسیدند. این پیش از همه به قحطی و رپرسی های استالینی دخل دارد. همه این روند دور شدن از روسیه را مشکل تر می کند. آغاز نمودن و به کار انداختن این روندها مهم می باشد، زیرا آنگاه ما به بنیاد ملت شهروندی فعالتر می شویم. به گفته پایگاه زیستن میخواهم، روسیه در جریان جنگ گسترده علیه اوکراین حدود 13,000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به ارتش خود جلب کرده است. مهاجران بارها اظهار داشتند که نیروهای امنیتی روسیه توسط تهدید و حتی شکنجه آنها را مجبور میکند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند و به جنگ روند.